فلسطین سند روشن جنایت آنهایی است که جهان اسلام را بیجان و شلاق استبداد و استعمار را بر پیکر آزادی بی امان می‌خواهند. چه جای درنگ است وقتی از غفلت جهان آتش صهیون تیز می‌شود، وقتی چشمان بشر از دیدن این ظلم آشکار اشک ریز می‌شود، وقتی قبلگاه عزیز قدس اسیر سیل صهیونیسم می‌شود. جهان یکسره در سکوت و امروز نه فقط فلسطین و غزه اشکباره اندوه در سوی شناسنامه‌های تازه بهار است که ابر سیاه جهالت و تکفیر و طمع تیراندیشان استکبار سایه ناامنی و ظلم بر مسلمانان گسترانده است. امروز کل ارض کربلا یعنی جای سرزمین‌های غریب و مظلوم اسلامی که هر روز لشکریان نحس ابن سعد با سیاق و نقابی دیگر رو در روی کاروانهای حق هله می‌کنند و هر شام خیمه‌ها در آتش فراق عزیزانشان تا صبح می‌سوزند. اما طوفان ابابیل تومار اسرائیل را در هم می‌پیچد بدان امید که با وعده الهی فتنه‌های بوسفیانی برای همیشه خاموش شود. پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، اندر ره دوست مندر اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز در خون زلال کربلا ریشه ماست. سرمشق استقامت و مقاومت همان درس نیم روز گر گرفته عاشورا و صدای رسای نامیرای حسین ابن علی در کربلاست که هیهات من الذله. امید که جهان اسلام با اتحاد و تمسک به قرآن قلب مستضعفین محرومین جهان را با مشی صلحجویانه و حق طلبانه خود آرامش بخشد، در معزنه‌هایش اذان بیداری گفته شود، یک پارچه و یک دل خط مقاومت و جبهه اسلام، تحکیم و تثبیت آوازه اقتدار در سایه اتحاد مسلمین در جهان طنین افکن و خدعه و ریشه ظلم و تعدی صهیونیست و تکفیر برچیده شود. و امید این که مسلمین جهان در درخشش خورشید نبوت منادی وحدت و یکدلی در مبارزه با خشونت و سفاهت و جهالت و اتمام مکارم اخلاق و گسترش اقلیم بیداردلان باشند تا بر بنیان قرآن و اطرت چراغ دیانت جان پناه ولایت بیابد و اهریمن تحریف بر مصحف شریف و اهل بیت عزیز دست آزار نیازد.